به نام خدا، لاله ربیع هستم، مدرس فیزیک با ادامه تحلیل کتاب درسی در کنار شما عزیزان هستم. بچه همونطوری که میدونید و دنبال میکنید فعالیت 11 صفحه 86 رو باید الان مورد بررسی قرار بدیم. میگه با توجه به مثال 11 آزمایشی طراحی کنید. مثال 11 اینه دیگه بچه ها. خب همون تیغه‌ای که براتون در موردش صحبت کردم و یه اثبات کوچولو روش انجام دادیم طبق خواسته کتاب. میگه که اندازه‌گیری ضریب شکست، میگه با توجه به این یه آزمایش طراحی کنید که بتونید ضریب شکست یک تیغه متوازی و سطوح رو اندازه‌گیری بکنید. خب بچه از یه تیغه کمک میگیرم. اینجا یه دونه تیغه دارم، یه موجی رو به اون میتابونم، سعی میکنم از لیزر استفاده بکنم. لیزر میدونید که نور مرئیه و عرض شود خدمت شما فقط چون متمرکزه خب بهتر میشه اون رو دید. با یه لامپ خیلی جالب نمیشه یا اصلا کلا نمیشه این آزمایش رو انجام بدیم، ولی با یک نور لیزر، یه نوری که حالا اون فوتونهاش همه همگامن و پر انرژیه، به خاطر رویت بهتر من اومدم از این استفاده کردم. اینجا مثلا هوا باشه یا خلا باشه، این وارد یه محیط غلیظ‌تر میشه، درست شد، و یه شکستی رو پیدا میکنه. حالا من میتونستم شکل رو یه ذره بزرگتر بکشم، درک بهتری داشته باشید، نیاز نیست این همه کوچولو بکشیم. این یه تیغه است، یه رنگ دیگه هم بر میدارم، یه موج رو به این میتابونم، اینم خط عمودشه، اینم خط عمودشه. خب و چون اینجا رو هوا میگیرم، اینجا به هر حال یه دونه شیشه است که دنبال این انش میگردم. ان هوا هم میدونم که یکه، میدونم که به هر حال شیشه غلیظ‌تر از هواست، بنابراین شکست پیدا میکنه. شکستش رو هم بذارید با یه رنگ دیگه بکشم. الان زوایا رو میتونم بخونم. بچه‌ها آزمایش دارید طراحی میکنید، پس باید از ابزار آزمایشگاهی، باید از اندازه محاسبات، مثلا جرم داری بگو ترازو، نمیدونم طول داری بگو متر، بگو خطکش، بگو نمیدونم حجم داری از یه بشر نام ببر. حالا نمیدونم چقدر آشنایید با کلیدای امتحان نهایی، ولی من سال هاست که توی این حوزه دارم تصحیح میکنم بریای بچه ها رو. دقیقا ما زمانی نمره کامل رو میدیم که بچه ها از وسایل آزمایشگاهی توی طراحیشون نام ببرن. الان شما اینجا یه دونه تتا 1 دارید بچه ها، اینجا هم یه دونه تتا 2 دارید. حتما بنویسید این زاویه ها رو با نقاله میام اندازه میگیرم، یعنی ابزار داری توی آزمایشگاه. اینم که یه نور لیزره، اینم که حواس و رابطه اسنل رو هم که بلدیم دیگه. رابطه اسنل چی بود بچه ها؟ n1 سینوس تتا 1 برابر n2 سینوس تتا 2 هست. خب تتا 1 و تتا 2 رو که با نقاله اندازه گرفتم، سینوسشون رو میگیرم. n1 هم که میدونم حواس، بنابراین خروجی n2 به دست میاد. ضریب شکسته این تیغه در واقع متوازی و سطوح به دست میاد. بریم سراغ پدیده سراب، ببینیم پدیده سراب چیه. بچه جملاتش خیلی مهمه. حالا من نمیدونم شما از کجای ایران دارید صدای منو میشنوید، ولی اگر مثل ما توی یک استان گرم باشید، مثل اهواز، مثل خوزستان، پدیده سراب رو به راحتی ما توی تابستون وقتی مثلا از اهواز به آبادان میریم یا از اهواز به بهبهان میریم، شهرهای گرم که اون مسیرشون هم حسابی خشکه و پوشش گیاهی نداره، سایه روی جاده
ننداخته و به راحتی پدیده سراب قابل رؤیته. میگه در روزهای گرم ممکن است برکه آبی در دوردست ببینید، دقیقاً زمین رو خیس میبینی، اما وقتی به اونجا میرسی میبینی که این پدیده سرابه یا سراب آبگیر، به این میگن سراب آبگیر بهش میگن. خب میگه نه تنها این که شما اون رو میبینی، بلکه حتی میتونی از اون عکس بگیری و چیزی که کتابمونم کشیده این تصویر، حالا مخصوصا برای کسایی که توی مناطق خنک‌تر زندگی میکنن، خب ممکنه درکش براشون یه مقدار سخت‌تر باشه، ولی چیزی هست که در واقع وجود داره. پس بنابراین این پدیده سراب اتفاق میفته. حالا اینجا خیلی مهمه بچه ها اینو علامت بزنید. چگالی هوا با افزایش دما کاهش می‌یابد که این سبب کاهش ضریب شکست نیز می شود، که حالا نمودارش هم گفته افزایش دما و ضریب شکست رابطه عکسی رو دارن بچه ها. حالا ببینید این شکلی که بچه اینجا داریم چند تا چیز مهم داره، خب که حالا توی متنم نوشته، من ترجیح میدم که روی شکل براتون توضیح بدم. خب اولا یه چیزی رو قبلش درک بکنید لطفاً. من یه جای سفید پیدا کنم، یه چیزی رو درک بکنید. اگر این سطح جاده باشه، اینا لایه های هوان. خب اینا لایه های هوان. حالا مثلا اگر اینم خورشید باشه که در حال تابیدن باشه، خب نور خورشید میدونید که از محیط شفاف عبور میکنه و این جاده رو داغ میکنه، بعد داغی جاده محیط رو گرم میکنه. درست شد؟ پس بنابراین نور از محیط شفاف عبور میکنه دیگه، میره جذب اون جاده میشه و باعث میشه که هوا گرم بشه. حالا بیاید اینجا رو نگاه بکنید. نگاه کنید بچه ها، اینجا تندی بیشتره تو قسمت سطح. اینجا من یه رنگ دیگه بردارم قشنگ ببینید، اینجا تندی بیشتره، بنابراین طول موج هم بزرگترن. فرکانس که ثابته، فرکانس ویژگی ذاتی هر پرتوه که برمیگرده به چشمش، مگر اینکه حالا چشمش یه ادا اطفاری بخواد در بیاره که اون دوپلره اتفاق بیفته، حالا کاری نداریم که الان توی اون فضا نیستیم که فرکانس رو تغییر بدیم. فرکانس جز ویژگی های ذاتیه. بچه بالاتر تندی کمتره، چون لایه ها در واقع خنک‌ترن و لاندا هم کمتره، طول موج کمتره. بچه نگاه کنید اینا رو، اینجا بین دو تا جبهه هست، این لاندای بالا اینه ولی لاندای پایین اینه. درست شد؟ پس اینا چون سرعت کمتری دارن، اینا چون سرعت کمتری دارن به هم فشرده میشن، در عوض این جبهه های موج باز میشن. خب این جبهه های موج باز میشن. بچه این چیزی که میبینید، فلشی که کشیده کتاب، نگاه کنید بچه ها، این فلش همون پرتوی در واقع همون پیکانیه که جهت انتشار رو نشون میده. خب حالا یه نفر ممکنه بگه من این سوال تو ذهنم مطرحه، ما پیکانا رو همیشه اینطوری میکشیدیم، برای چی اینجا انحنا داریم؟ بچه پیکان اون جهت انتشار رو نشون میده و همیشه بر جبهه موج عموده و چون میخواد عمود باشه یک مسیر منحنی براش به وجود میاد. خب و در کل میشه این آبیه و میرسه در واقع به چشم فرد. حالا یه موضوعی هست، چشم فرد به پرتوهای زیادی میاد،
حالا یه بخشش که خود درخته رو میبینه، خود ماشینه رو میبینه. مثلا من تو ماشینم میخوام برم آبادان، توی فواصل دور قشنگ جاده رو خیس میبینم، دقیقا شبیه به اینکه مثلا یه تانکر آب رد شده و جاده رو خیس کرده. حالا یه بخشیش هم میدونید که چشم انسان امتداد پرتوها رو بچه میبینه، پس بنابراین یه شکل از درختم رو زمین میبینه. میبینید؟ پس بنابراین یه سری پرتوها که باعث شد خود درخت رو ببینه هیچ، یه سری پرتو هم به خاطر این خمیدگی چون امتداد رو میبینن، شخص این تصویر رو هم روی زمین میبینه. بچه ها من تمام چیزایی که تو این متن بسیار مهم گفته شده رو براتون روی شکل توضیح دادم. حالا شکل 5 هم دلیل این خم شدنه رو دوباره توضیح داده، گفته که پرتوها باید عمود بر جبهه های موج باشن. بچه ببینید پرتو موقعی که اینجاست روی یکی این لایه های گرم، میبینید اینطوری شکسته میشه و بعد از اینجا به این شکل شکسته میشه و مسیر میشه منحنی، همون شکل است. حالا اینجا دوباره اومده همونو کشیده و دلیل دلیل کج شدن این پرتوها رو هم گفتم چون جبهه های موج بالا سرعتشون کمتره، پایین بیشتره. اونجا که کمتره دیدیم بچه توی یه صف مثلا همه دارن راه میرن، اگر نفرات جلویی یهو سرعتشون رو کم کنن چه اتفاقی میفته؟ همه اینطوری به همدیگه یه دفعه با همون سرعت میان، به همدیگه نزدیک میشن، چون اون نفرات تندیشون رو کم کردن، فشرده شدن. برای همین این در واقع جبهه های موج نزدیک به همه. بچه شما احتمالا تو سن و سالی نیستید که این خاطرتون باشه، چندین سال پیش که توی مکه یه اتفاق اینجوری افتاده بود، دقیقاً داستان همین بود که اون دروازه هایی که بسته بودن تندی افراد جلوتر کم شده بود، بعد افرادی که با اون تندی می اومدن همه به هم دیگه فشرده می شدن و حالا اون حادثه در واقع منا اتفاق افتاده بود. حالا یه مقدار دور از این فضاست این مثال، ولی خب اون کم کردن تندیه و نزدیک شدن جبهه های موج، اگه هر آدم و یه جبهه موج در نظر بگیریم اتفاقا میشه گفت یه مثال نزدیکی هم حالا هستش، گرچه توی اون فضا نیست ولی به هر حال مثال نزدیکیه. بگذاریم بریم سراغ بحث پاشندگی. پس دیگه لطفا حواستون باشه، من اینجا هم علامت زدم، این نمودارا هم مهمن، نه که عدد بلد باشید ولی شکل و شمایل نمودار رو باید بلد باشید و سعی کنید قسمت های مهم کتاب رو از همین الان هایلایت بکنید. شب امتحان من همیشه توی کلاس های حضوری من به شاگردای خودمم همیشه این رو گفتم، شب امتحان توی فرجه امتحان فرصت این نیست که شما بیایید متن کتاب رو بخونید، الان باید قسمت های مهم رو هایلایت کنید، نکاتش رو با مداد قشنگ کنارش بنویسید که شب امتحان فقط مرور اون نکات رو انجام بدید. هر استادی هر مدرسی که بهتون میگه کتاب رو باید بخونید و بلد باشید، دقیقا منظورش اینه که الان باید بخونید. الانی که مثلا آبان ماه شما این نکات رو دارید مینویسید و نمیذارید شب امتحان بخواید متن کتاب رو بخونید، خب اصلا زمان مناسبی نیست. بریم سراغ پاشندگی نور بچه ها. میگه توی علوم هشتمم وقتی باریکه نور سفید خورشید به وجهی از منشور تابیده بشه میتونه تفکیک بشه دیگه. طول موجهای نور، میگه هر محیطی به جز خلا به طول موج نور بستگی داره ضریب شکستش. در واقع اگر بگیم به بسامد بستگی داره، بچه اینجا رو دارم میخونم،
اگر بگیم به بسامد بستگی داره شاید جمله مناسب تری باشه از اینکه بگیم طول موج. خب پاشندگی اتفاق میفته. بچه فقط یه مورد رو من همجور خلاصه این متن رو بهتون بگم. اینجا هم نگاه کنید، ضریب شکست و طول موج باز نمودارش این شکلیه، یعنی باز رابطش عکسه. بچه من اینا رو قبلا گفتم دیگه، تو کلیپ قبلی گفتم N2 به N1 برابر سینوس تتا 1 به سینوس تتا 2 برابر V1 به V2 برابر لامدا 1 به لامدا 2. ببینید این سه تا با هم رابطه مستقیم دارن، این تافته جدا بافت است، با اونا رابطش برعکسه. خب حالا بچه ما با دو روش میتونیم در واقع پاشندگی رو بررسی بکنیم. آزمایش نشون میده اگر شما با یک تیغه بیاین آزمایش رو انجام بدید باز نور تفکیک میشه، اما اختلافاشون ناچیزه. مثلا من یه نور سفید رو بخوام چیز بکنم، بخوام از یک تیغه عبور بدم، شروع میکنه به تجزیه شدن، اما این اختلاف کمه. اما وقتی که با منشور این آزمایش رو انجام میدید، این پاشندگی بچه ها خیلی به وضوح دیده میشه. بنابراین از در واقع برای پاشندگی معمولا از منشور استفاده میکنیم. از سالهای قبلم بلدین، اینم تغییراتشه. اینجا هم نگاه کنید بچه ها، ببینید ترتیب شکستگی ها رو نگاه کنید. قرمز از همه کمتر و آبی و بنفش از همه بیشتر شکسته شدن. قابل توجه اونایی که پرسپولیسیان، قرمز معمولا کمتر شکست میخوره. اینطوری هم میتونید حفظش بکنید، اینطوری هم میتونید در نظرش بگیرید. و عرض شود خدمت شما که بریم سراغ تمرین 11. یه نور مرکب و تابونده، خب بعدش هم تجزیه شده دیگه. حالا میگه که نسبت ضرائبش رو در نظر بگیرید که از رابطه اسنل میریم دیگه. N1 سینوس تتا 1 برابر N2 سینوس تتا 2. ضریب شکست نورهای قرمز و آبی به ترتیب برابر 1 و 459 1 و 467. رابطه اسنل رو براش می نویسید. N1 سینوس تتا 1 برابر با N2 سینوس تتا 2 هست. درست شد؟ خیلی خوب. اینم از این. دیگه چی داریم؟ اینجا که خوب است بدانید داریم. بعد از این باید وارد تمرینای کتاب درسی بشیم که بسیار مفصل و بسیار نکته دارن. امیدوارم که دنبال بکنید، پیگیر تمرینا باشید حتما و یک راه حل های شسته رفته و تمیز خدمتتون ارائه بدم.